کتاب دوست جانانی، دوستی که از اون دوستی دوست داشتنی تر نیست. این خطاب ویژه در قرآن چیز حدود 64 بار صادر شده از خداوند، از دوست به دوست. بعضی جاها یا ایها الناس آمده، اما نزدیک 64 بار این خطاب ویژه یا ایها الذین آمنوا، ای بندگان مؤمن من، ای کسی که ایمان آوردید. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه اولین جوانی که با قرآن فریاد زد در جمع مشرکین بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم، این جوان عبدالله بن مسعود، یکی از حفاظ، یکی از فقها، یکی از قرا. برید زندگیش بخونید که واقعا تحول درش است. من لب مطلب زندگیش اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم با ابوبکر صدیق رضی الله عنه در اطراف مکه میچرخیدند، دیدن که یک جوانی با گله‌ای در شعاب کوه‌ها، دامنه کوه‌ها داره حرکت میکنه. رفتن به طرفش، تشنه بودن، گفتن یکی از این بزهای شیری تو نمیدید تشنگی و آتشمون رو برطرف بکنیم؟ به این جوان گفتن. این جوان برگشت گفت که اینی مؤتمن، من امانت دارم. هنوز مسلمان نشده بودا. اینی مؤتمن. اینا 2 نفر بودن، قدرتش هم داشتن که جوانو سر مچش بگیرن، ادبش کنن، بزه رو بگیرن. رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی خوشش آمد از این امانت داری این جوان. یه جمله بهش هدیه داد در قالب دعا، گفت انک غلام معلم، تو جوان آگاهی هستید، تو جوان آگاهی هستید، آموزش دیده هستید، ملهمید. اولین کسی که با قرآن فریاد زد و رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش گفت که مواظب باش خونینت میکنن، ولی این خونگرمی جوانی وقتی که با ایمان آمیخته میشه دیگه هراسی نداره. ما کنار دریا هستیم، باور کنید جوانای ما سیلی میخورن به خاطر یه تاق پارچه، سیلی میخورن، فوش میخورن، نیروی انتظامی، بگیر بزن، تیر میخورن، خاطر دین خدا. اون گفت اینی مؤتمن، چقدر خوشش آمد، من امانت دارم. خودتون میدونید، میخوای به زور بگیرید؟ انک غلام معلم. به برکت همین دعا عبدالله بن مسعود یک از فقهای صحابه شد و یک از حفاظ شد و یک از مفسرین شد و صاحب مذهب. کاملتر رو بگم، روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت پیش عبدالله بن مسعود، گفت که تو بشنو، گوش بده تا من قرائت بکنم، قرآن رو پیش تلاوت کنم. عبدالله بن مسعود جا خورد، گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، میخوای من گوش بدم؟ قرآن بر تو نازل شده. گریه کرد. لیاقت کاری نداره به پول. بلالشو ببین، عایشهشو ببین رضی الله عنهم اجمعین. وقتی که مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم کامل شد در مدینه و کلمات اذان و خواب دیدن صحابه، این طرف نگاه کردن. یک دفعه رسول الله به بلال گفت بلال تو برو اذان بگو، اولین اذان در اسلام، تو برو. نگاه طرف، من یا رسول الله؟ بله تو ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نگاه به رنگش نکرد، نگاه به جیبش نکرد، نگاه به نسبش نکرد. بله تو برو. تو صدات قوی تره، تو قدت بلندتره، صوت قوی داری، تو احد میزدی روز سنگ ها. یک زمانی تو یک 7/8 اسلام بودی، 1/10 اسلام بودی. همین عبدالله ابن مسعود یه روز 1/7 اسلام بود.
عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میفرمایند وقتی که خداوند در قرآن کریم میگه یا ایها الذین آمنو، با این خطاب با تمام وجودت گوش بده، یا خیری است که تو رو راهنمایی میکنه خداوند، یا شری است که تو رو برحذر میداره.